مواد مخدر وبای عصر به حساب رفته جامعه جهانی را به تشویش آورده است. حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین صاحب استقلالی جهت پیشگیری مواد مخدر از تمام امکانات‌های جای داشته استفاده می‌نماید، زیرا انتقال و فروش غیرقانونی مواد مخدر خود جنایت سنگین به حساب می‌رود. در نتیجه استعمال آن میلیون‌ها نفر مبتلای درد نشأمندی گردیده، هزاران نفر جوانان دیگر رشته عمر خود را در حیات قطع می‌نمایند. ثابت شده است که تنها 10 کیلوگرم مواد مخدر نوع گرایی می‌تواند زیاده از 40,000 جوانان را مبتلای درد نشأمندی و مجرم مرگ گرداند. از جانب کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت چنین یک گروه متشکل ترانسمیلی نشعجالاب آشکارا پیشگیری گردید. 1 نوامبر سال جاری امام نظرов آخر نظر آقا نظرویچ سال تولدش 1970 زاده و استقامت کننده شهر خاروق بازداشت شد. نام برده طی چند سال اخیر با شهروند جمهوری اسلامی افغانستان فرید ولد فیروز با تخلص غیب‌الله ساکن دهه جوانتراشان وسوالی شغنان ولایت بدخشان افغانستان به خرید و فروش مواد مخدر و سنگ‌های قیمت‌بها سر و کار داشته است. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های حدودی اپراتیوی جستجویی امام نظرов آخر نظر آقا نظرویچ در شهر خاروق بازداشت گردید. نام برده طبق مسئله پیشکی به شهروند جمهوری اسلامی افغانستان زنگ زده به او به مقدار 2 کیلوگرم گیرین و 7 کیلوگرم حشیش فرمایش خریداری می‌دهد. برای دسترس کردن مواد مرگبار اوشوربکوف رسول علیبکوویچ سال تولدش 1987 زاده و استقامت کننده شهر خاروق را با شهروند افغانستان شناس می‌نماید. فرید ولد فیروز با استفاده از امکانات‌های جای داشته مواد مخدر را به طور غیرقانونی توسط خط مرز به تاجیکستان انتقال داده در حدود محله نیوادک در جایگاه مخصوص پنهان می‌نماید. با سپارش امام نظرov آخر نظر اوشور محمدov مواد مخدر را از محل جایگیرشوی دسترس نموده هنگام حرکت به سمت شهر خاروق به امر کارمندان دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی در محله نیوادک اطاعت نکرده می‌خواهد فرار نماید. با مقصد بازداشت نام برده از جانب کارمندان میلیسیا در اول تیر آگاه کننده و بعداً با چرخ‌های اتوماشین تیر خالی کرده شده اتوماشین پیگیری کرده می‌شود. اوشور محمدov رسول علیبکوویچ اتوماشین را در نزد منزل استقامتی شهروند گل محمد و کاغذ بیگم نگاه داشته یک عدد بارخلطه را با مواد مخدر و سلاح آتشفشان در نزد خانه پرتافته از جای حادثه غیب می‌زند. ساعت 8 بود. کارمندان حزب حقوق آمدن مرا خبر کردن که خاله جان در کشما چه می‌بینم آمدن دیدم چه در اولی ما یک قابچ بود. در جریان از نظر گذرانی جای حادثه یک بارخطه پلیتیلنی بوده بسته واسطه نشه‌دار یک تپانچه تمغه بریتا و از داخل اتوماشین تمغه چنخو رقم قید دولتش 7813 AA04 2 دانه حبابچه اکستازی مصادره گردید. شهروند افغانستان رسولی شغنان افغانستان غیب‌الله چند سال شد که من قطعی غیب‌الله علاقه تلفنی دارم. من با از افغانستان با اما غیب‌الله گفتن که به من روی کن 5-6 کیلو گشتش و 2 کیلو گرین روی 9 اکتبر رسول به من زنگ زد که طرف سرحد میروم از اونجا چی نشدو گفتم بابا اگر میروی نشای من بیور قطعی با سپارش من اوشوربک رسول مواد مخدر رو گرفته با تنگینش گفتم با پیش من بیور. بعد شنیدم که رسول از در نوادک مواد مخدر رو از ماشین پرتافتگی از دید که از قفای وای کارمندای امنیت ششتگی هم ماشین خود رو در نوادک قطعی مواد مخدر پرتافته می‌گریزد. تشخیص سودی کیمیایی مواد صادر شده نشان داد که آن مواد مخدر بوده. وزن خالصش بیش از 7 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. از این مقدار 5 کیلوگرم و 595 گرم حشیش، 1 کیلوگرم افیون و 2 کیلوگرم و 2 گرم گرین میباشد. قبلا امام نظرov آخر نظر بنابر سبب دست داشتن در معاملات غیر قانونی مواد مخدر در جستجو قرار داشت. نام برده سال 2018 مواد مخدر را از جمهوری اسلامی افغانستان دسترس نموده به شهروند جمهوری قرقیزستان کلیه و نورجان می‌دهد که در نتیجه آخرین بازداشت گردیده به محکمه کشیده می‌شود. اوید به دلیل مذکور از جانب ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت امام نظرov آخر نظر آقا نظرویچ و اوشور محمدov رسول علیبکوویچ با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بند د 289 قسم 3 و 195 قسم 2 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز گردیده تفتیشات در این سمت جریان دارد. من امام نظرov قربان نظر برادر امام نظرov آخر نظر برادر ما در حقیقت همین جنایت صادر کرده است. با کار خود قرار شد وی
از تمام جوانان التماس میکنم که دست به همین کار نزنید. برادر ما با ویلای ما داغ آورد. از جانب ساختارهای قدرتی در ولایت طی سالهای اخیر جهت جلوگیری کردن نشأه جلبان چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده شود هم، ولی باز نفرانی پیدا میشوند که به خود خلاصه ضروری نبرآورده به انتقال و فروش مواد مخدر دست زده حیات خود را پس پنجره محبس میگذرانند. جوانان شما دست به این کار نزنید. من که زدم سخت پشیمانم. خودخواهیشی آمدم خود را سپردم.